بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام. السلام علیکم دوستان عزیز. حدیث امروزمان باب در بیان قضا داشتن روزه رمضان سال گذشته در شعبان. عن عائشه رضی الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان الشغل من رسول الله صلی الله علیه و سلم او برسول الله صلی الله علیه و سلم. رواه البخاری و مسلم. از عایشه مادر مؤمنان الله تعالی از ایشان راضی باد که گفتند بود میگه عایشه رضی الله عنها بر من روزه قضا یعنی روزه قضایی داشت و میگه از رمضان سال گذشته پس نمیتونستم اینکه روزه بگیرم همون قضایی ما مگر در شعبان سال آینده، پیش از رمضان سال آینده در ماه شعبان. به خاطر چی؟ به خاطر مشغول بودن به رسول اکرم علیه السلام یا که از رسول اکرم علیه السلام. در این حدیث عایشه رضی الله عنها میفرماید که روزه که قضایی داشتن به خاطر خدمت رسول اکرم علیه السلام. این خدمت علما میگن مقصد این بود که تا رمضان سال آینده وقتی که زنهای پیغمبر علیه السلام یکیش عادت ماهانه میدیدند، خصوصا عایشه رضی الله عنها نگاه میکردند که مبادا که رسول اکرم علیه السلام یگان خدمت یعنی یگان خدمت نفسانی نداشته باشند، یگان اشتهای نفسانی نداشته باشند، گفته به همون خاطر نمیپرسیدند که آیا روزه بگیرم یا نه همون قضایی ها را. اما در شعبان چرا؟ به خاطر اینکه در شعبان دیگر وقت خیلی تنگ است، رمضان خیلی نزدیک است. رسول اکرم علیه السلام روایت ها است که اکثر روزهای ماه شعبان روزه می داشتند. به همین خاطر زنهای رسول اکرم علیه السلام روزه قضایی سال گذشتهشون از رمضان روزه می داشتند. الله تعالی از مادرهای مؤمنان راضی باد. بارک الله فیکم.